تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گام به گام با گوشه ای از الفاظ قرآن آشنا شیم. از اول قرآن که شروع کردیم به کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه خود با این کلمه آشناتر بشیم. ایاک نعبد، خدایا تنها تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهیم، از تو یاری میجوییم. خب انسان به حکم عقل باید بنده خدا باشه. چرا؟ چون انسان عاشق کماله، نیاز به رشد و تربیت داره. خدا هم جامع کمالاته، هم مربیه. پس کجا میریم؟ انسان ظرف خالی نیست. انسان یه گرایشی درشه. این گرایش باید هدایت بشه. مثل معده غذا میخواد. اگر غذای خوب نخوره غذای فاسد میخوره. چشم میخواد ببینه، اگر خوبی ها رو نبینه بدی ها رو میبینه. زبان حرف میزنه، اگر حرف حق نزنه حرف یاوه میزنه. انسان بی معبود نمیشه. انسان بدون پرستش نمیشه. انسان بدون عشق نمیشه. عشق و پرستش در نهاد انسان هست. بنده رفتم یکی از کشورهای کمونیست، در یک مجتمع فرهنگی بازدید کنم. بچه های کمونیست سرود میخوندن، به رهبرشو میگفتن رهبر عزیز. حالا اسم رهبرشو نمیبرم. عشق ما به توست، ستایش ما از توست. اینا جمله جمله میگفتن با همون زبون و این مترجمین برام ترجمه میکردن. ما فقط به تو عشق میورزیم، ما فقط تو رو دوست داریم. نان ما از توست، آب ما از توست، آزادی ما از توست، سلامتی ما از توست. اینقدر اینها هی تو سرودشون این جمله ها رو میگفتن. من همونجا که جملات میشنیدم عجب، ما همین جمله ها رو نسبت به خدا میگیم. بگیم خدایا الحمدلله، حمد و ستایش مال توست. رب العالمین، تو همه هستی را داری تربیت میکنی. الرحمن الرحیم، به همه هستی رحمت و لطف سرازیر است. مالک یوم الدین، سرنوشت همه به سوی توست. مالک قیامت تو هستی. یعنی اگر کسی در مقابل خدا ستایش نکند، در مقابل انسانی ستایش میکنه که از ترس پشه میره تو پشه بند. اگر در مقابل خالق هستی ستایش نکنه، در مقابل رئیس جمهورای ستایش میکنه که همه رئیس جمهورها جمعشن. قرآن بخونم میگه اگر همه رئیس جمهورام جمعشن لن یخلقوا ذبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن. و اگر یه مگس یه چیزی برداشت فرار کرد، همه رؤسای کشورها عقبش بدون نمیتونن این از دهن مگس پس بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب. فکر نکن مگس قویه، اونم در دنیای خودش ضعیفه. یعنی همین مگسی که این همه جیغ میزنه، هیچ حیوانی به اندازه مگس داد نمیزنه. همش ویز ویز میکنه. زمستون تابستون، رو تلخی رو شیرینی، رو نجسات رو پاکی، رو پیشونی رو کف پا، رو کله شخصیت رو کله غیر شخصیت. همه جا میشینه شب و روز دائما ویز ویز میکنه. یه معده کوچیک هم داده برای روزیش هی ویز ویز میکنه. آخرش همین مگس ویز ویز کن خوراک عنکبوت میشه. با اینکه عنکبوت هم حیوانیه، کنار تاقچه، کنار تاق هیچی نمیگه. این با همه حرکتش صید همون عنکبوت میشه، با اون سکوتش. قدرت نمایی. خدا میخواد بگه به تلاش زرنگی نیست. یه وقت میبینی همه زرنگا اسیر یه ساکت میشه. ایاک نعبد، فقط بنده تو، کسی دیگه از خودش چیزی نداره. همه رفتنی هن. همه رفتنی هن. شما میری قبرستان میبینی او چقدر پهلوان خوابیده، چقدر دانشمند خوابیده، چه جوان. عکسایی که آدم میبینه عکس جوونا بیش از پیراست. چه جوانای شیکی، چه آدمای پولداری، زورداری، عنوانداری. تموم شده رفت.
حتی نام نیک هم میپره. امروز خیابون رو به اسم میکنن، فردا اسم رو دارن اسمش رو عوض میکنن. خلاص. الان شما که په حرف من هستی، اگر پدر و مادر سالمن هستن، خدا طول عمرشون بده. اما اگر پدر و مادر یا پدر بزرگ یا پدر بالاخره چند پشت قبل، مثلا بنده مادر پدرم از دنیا رفتن، خدا همه اموات را رحمت کنند. من قبر پدر و مادرم میدونم کجاست، قبر پدر بزرگم و مادر بزرگم من میدونم کجاست، اما نسل ششم یعنی 6 نسل قبل رو میتونم بفهمم، نه دیگه خبر از قبرشون هم ندارم. یعنی بچه ها 1 قرن 2 قرن بگذره قبر ما هم فراموش میشه. سراغ کی میریم؟ ایاک نعبد، فقط باید بنده او باشیم، نه بنده زور، نه بنده زر، نه بنده تزویر، نه بنده هوس، نه بنده هوس خود، نه بنده هوس دیگران. ایاک نعبد. عقل میگه بشین فکر کن، دیگران رفتنی هن، بی خود جای دیگه نرو. خدا رحمت کند مطهری رو. شهید مطهری آمده بود کاشان، من در خدمتش بودم، به من میگفت آقای قرائتی این دعا رو هر روز بخون. میگفت دعا مال ماه رجبه اما تو هر روز بخون. دعا اینه: خواب الوافدون علی غیرک، باختن اونها که با غیر خدا وصلت کردن. خوابه یعنی باختن، وافدون اونها که وارد شدن، علی غیرک اونها که بر غیر تو وارد شدن باختن. و خسر المتعرضون الا لک، خسارت کردن و ضرر کردن اونها که در خونه غیر تو رو زدن و متعرض غیر تو شدن. همه باختن، همه باختن. ایاک نعبد توکل علی الحی الذی لا یموت، به خدای توکل کن که نمیمیره، باقیا میرن. انی لا احب الافلین، باقیا محو میشن، غروب میکنن، زوال پذیرن. ایاک نعبد، اول نماز ستایش میکنیم، الحمدلله. چرا؟ خدا رب العالمین، خدا رحمان است، خدا رحیم است، خدا مالک یوم الدین. خب اگر خدا این رقمه پس کجا میری؟ ایاک نعبد، دل بکن دیگه. ایاک نعبد. بعدم نمیگه ایاک اعبد. حتی اگر تنهایی هم نماز بخونی انگار نماینده همه مسلمان هستی، یعنی همه ما بنده تو هستی. بعدم نمیگه نعبد و ایاک، میگه ایاک نعبد، یعنی فقط تو. یه وقت میگم دوست دارم شما رو، خب دوست دارم شما رو یه معنی داره، معناش اینه که ممکنه کسی دیگه هم دوست داشته باشم. دوست دارم شما رو، به کسی دیگه میگه که شما رو هم دوست دارم، شما رو هم دوست دارم. اما یه وقت میگی فقط تو رو دوست دارم، یا کسی دیگه نه. ام گفت نعبد و ایاک یعنی بنده تو هستم. ممکن آدم بنده شهوت و شهرت و مقام و پول و اینها هم باشه، اما وقتی میگیم ایاک نعبد یعنی فقط بنده تو، نه بنده هیچ کس. ایاک نعبد. از ایاک نعبد پیداست که اصل در نمازم جماعته. نماز فرادا باید حالت اضطراری باشه، سعی کنیم نمازامون رو با جماعت بخونیم. اگر یکی به یکی اقتدا کنه، یه پیش نماز جماعت یه نفری، امام یکی پس نمازم یکی. اگر یکی به یکی اقتدا کنه 75 برابر، 2 تا که شد بیشتر، 3 تا که شد، 4 تا که شد، به 10 تا که رسید دیگه تا بی نهایت. نماز جماعت به 10 نفر که رسید دیگه نهایت نداره. مثل انگشتر، شما اگر یه انگشت داشته باشی باش تلفن میگیری یا شماره میزنی یا با یه انگشت تلفن میگیری. 2 تا انگشت داشته باشی سطل ماست بالا میکنی. 3 تا داشته باشی پیاز و سیب زمینی برمیداری، پرتقال برمیداری. 4 تا داشته باشی سطل آب بالا میکنی. 5 تا داشته باشی آمپول میزنی. همینطور هر انگشتی اضافه بشه بیشتر میشه تا 10 تا. به 10 تا که رسید دیگه نهایت نداره. یعنی در تاریخ پیدا نشده یه کسی بگه آقا یه کارگری میخواستن 11 انگشته، متاسفانه من چون 10 تا انگشت داشتم من استخدام نکردن. هیچ کاری در طول تاریخ بشر پیدا نشده که به 11 انگشت نیاز داشته باشه. یعنی به 10 تا که رسید دیگه محدودیت نداره. نماز جماعت هم به 10 تا که رسید دیگه محدودیت نداره. به خصوص اینا که خونشون بغل مسجده. حدیث داریم لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی نماز اینها که کنار مسجدن، همسایه مسجد هستن، که حدیث داریم تا 40 تا خونه انسان همسایه است. همسایه مسجد حیف مسجد شد نماز شد خونه بخونه. البته مسجدان باید نماز جماعت طولش ندن، بین 2 نماز حتی استخاره نکنن. اگر کسی بنده میان پیش نماز میشم گاهی میگن آقا استخاره کن، میگم این آقا که استخاره میخواد
1 دقیقه وقت میگیره، اون 200 نفر پشت سر من معطلن. چرا؟ به خاطر 1 نفر حق 200 نفر از بین بره. تعبیر خواب مسئله هر نمازها پشت سر دم در حد تعقیبات حضرت زهرا، اونم از بس ثواب داره که اگر کسی 34 بار الله اکبر بگه، 33 بار الحمدلله بگه، 33 بار سبحان الله بگه، ثواب 1000 رکعت نماز داره. اونم 1-2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ایاک نعبد، از نعبد نون نعبد، وگرنه میگفتیم ایاک اعبد و ایاک استعین، متکلم وحده میگفتیم. این میگیم نعبد و نستعین، یعنی نماز باید با جماعت باشه. خب پرواز معنوی عبارت از این است که اول ثنا کنیم رب العالمین الرحمن الرحیم، بعد ارتباط برقرار کنیم، ایاک نعبد ارتباط برقرار میکنیم، بعد دعا میکنیم میگیم اهدنا الصراط المستقیم. یعنی مراتب پرواز 3 مرحله داره. اول از خدا تجلیل کنیم، بعد با خدا ارتباط پیدا کنیم بگیم ایاک نعبد، بعدم از خدا استمداد کنیم که اهدنا، خدای ما را هدایت کن به راه مستقیم که در آیات بعد میگیم. اول بندگی کنیم، بعد از خدا حاجت بخوایم. ولی اول میگیم ایاک نعبد، یعنی بنده تو هستیم، بعد از خدا استمداد کنیم میگیم ایاک نستعین. اول نعبد بعد نستعین، یعنی اول بندگی بعد کمک خواهی. بندگی فقط در برابر خدا بود بشه، میگیم ایاک، یعنی فقط تو رو بندگی میکنیم. ما قوانین هم قبول داریم، بالاخره جاذبه، دافعه، قوانین قبول داریم، ولی بنده قوانین نیستیم. بنده کسی هستیم که این قوانین را در طبیعت جاسازی کرده. ایاک نعبد فقط بنده تو. اگر قانون هم جاذبه ها، دافعه ها، ترکیبات شیمیایی، اگر یک قدرت ها و انرژی هایی در طبیعت هست، اونو تو گذاشتی. اگر این دکتر فهمید و نسخه خوب داد و دارو عمل کرد و من مرضم خوب شد، بازم باید بگیم ایاک نعبد. تو بودی که به دکتر فهموندی، به دکتر الهام کردی که مرض من چیه. تو هستی که اثر در دارو گذاشتی. ایاک نعبد، یعنی قوانین طبیعی رو قبول داریم اما بنده قوانین طبیعی نیستیم. ایاک نعبد. گرچه عبادت از ماست ولی عبادت کردن هم نیاز به کمک داره. ما میگیم ایاک نعبد، ما بنده تو هستیم اما بدون کمک تو نمیشیم. داریم که و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر تو من هدایت نمی‌کردی که نمیتونستیم بنده تو باشیم. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. من اقوم خودم پا میشم، من اقعد خودم میشینم، خودم پا میشم خودم میشینم، اما به حول الله و قوته، با حول و قوه الهی، با نیرویی که تو دادی من پا میشم و میشینم. ایاک نعبد، من عبادت میکنم اما به خاطر که ایاک نستعین، با استعانت تو من موفق میشم عبادت کنم. این آیه به ما میگه نه جبر نه تفویض. جبری تو کار نیست، چون خودم تصمیم میگیرم ایاک نعبد، من بندگیم، پس چون من بندگی میکنم اختیار دارم، منتها همه کارم من نیستم. ایاک نستعین، مثل راننده ماشینی که میره آموزش رانندگی بگیره، این شاگردی که رفته رانندگی یاد گیره، او گاز میده، ترمز میده، اما بغل دستش هم گاز ترمز داره. اگر گاز میدم ماشین میره، او میخواد، اگر نخواد من هر چی گاز بدم، اون مربی من اونجا نشسته نگار میداره ماشینو. درسته من مجبور نیستم، با اراده خودم ایاک نعبد، من بندگیم، اما این بندگی منم بند بینی که تو بخواهی. اگر تو نخواهی منم بخواهم نمیشه. خب عبادت مقدمه و وسیله استمداده. اول میگیم ایاک نعبد، اول عبادت بعد استمداد. شناخت خداوند و صفات خداوند مقدمه دستیابی به توحید و یکتاپرستی. اگر کسی خوب خدا رو بشناسه، بشناسیم که خدا رب است، خدا الرحمن است، خدا الرحیم است، خدا مالکه. اگر با خداوند و ذات خدا و صفات خدا آشنا بشیم، در خونه کسی دیگه نمیریم، صاف میگیم ایاک نعبد. حالا که همه کار تو هستی، پس ایاک نعبد. توجه به معادمی که از انگیزه هاست، چون میگیم مالک یوم الدین، خدا روز قیامت به حساب میرسه، پس اگر قیامت سر کارم با اونست، پس ایاک نعبد، بریم در خونه او. یعنی کلمه مالک یوم الدین هم مقدمه میشه برای ایاک نعبد. همین مقدار بسه. و السلام علیکم و رحمت الله.